یکی از بانوانی که در بررسی تاریخ انبیا علیه السلام و گسترش توحید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است ساره می باشد. لاحج که در واقع یکی از پیامبران الهی بود، 2 دختر 2 قلو داشت که در واقع پدر ابراهیم علیه السلام و عموی ابراهیم با این 2 خواهر ازدواج کردند. ابراهیم علیه السلام از یک خواهر و ساره از خواهر دیگر تولد یافت. این بود که ساره و ابراهیم هم عموزادگان یکدیگر بودند و هم دخترخاله و پسرخاله. البته مادر ساره پیش از ازدواج با عموی ابراهیم با برادر ابراهیم به نام هامان ازدواج کرده بود و لوط پیامبر نتیجه آن ازدواج بود. از این رو لوط هم برادرزاده و هم خاله‌زاده ابراهیم بود و ساره و لوط از طرف مادر خواهر و برادر بودند. ساره که از زیباترین زنان و مانند حوری از حوریان بهشتی بود، از زنان ثروتمند به شمار می رفت و زراعت و دامهای بسیاری داشت. زیبایی ساره تا آنجاست که گفته‌اند خداوند 10 نعمت را به زن داد، از آن جمله زیبایی و جمال را به ساره داد. علاوه بر این اموال زیادی به ویژه دام و زراعت داشت که همه را در اختیار همسرش ابراهیم علیه السلام گذارد و ابراهیم علیه السلام با رسیدگی به این اموال و دامها بود که وضعیت زندگیش به مرتبه‌ای رسید که هیچ کس در منطقه‌ای که محل زندگی او بود به پای وی نمی رسید. با این همه آنچه ساره به دنبال آن بود جوانی چون ابراهیم علیه السلام بود که هرچند انسان یتیمی است که از اموال و امکانات دنیا چیزی در خور ندارد، اما فضایل و ارزش‌های انسانی اوست که ساره را به سوی خود جذب می‌کند و پس از ازدواج نیز باعث می‌شود که همه دارایی خود را در اختیار او قرار دهد. فتوت و جوانمردی ابراهیم علیه السلام چیزی نبود که بر دیگران پوشیده باشد. بت‌پرستان در مواجهه با جریان شکسته شدن بت‌ها با همین وصف به ابراهیم اشاره می‌کنند. بررسی تاریخ زندگی ابراهیم علیه السلام و ساره نشان می‌دهد که ساره از احترام ویژه‌ای در نزد آن حضرت برخوردار بوده است که نمونه آن را میتوان در جریان دور ساختن هاجر و اسماعیل علیه السلام از پیش ساره شاهد بود، کاری که به درخواست ساره صورت گرفت. آن 2 علاقه ویژه‌ای به یکدیگر داشتند. اینکه ساره همه اموال، دامها و زمینها و زراعت خود را به مالکیت ابراهیم علیه السلام در می آورد، این علاوه بر این که فداکاری ساره را در جهت رشد و گسترش دعوت ابراهیم علیه السلام به توحید و پیشرفت در تبلیغ رسالت او میرساند، نشانه از علاقه شدید ساره به شوهرش دارد. حضرت ابراهیم علیه السلام هم که در خانه‌اش به روی همه باز بود و از ثروت و اموال خود در جهت احسان به مردم و گسترش توحید بهره می‌جست، طبیعی است که در این میان گاه نیز دچار تنگ دستی شود. کسی مانند ساره که در آن محیط شرک و کفر تنها چیزی که برای او جاذبه دارد ارزش‌ها و فضایل انسانی و توحیدی است، طبیعی می باشد که علی‌رغم دشواری‌های زیاد به همراه برادرش لوط نخستین افرادی بودند که به ابراهیم گرویدند. او را نخستین زنی شمرده اند که به ابراهیم علیه السلام ایمان آورد و لوط را نخستین مرد گرونده دانستند. در جریان به آتش افکندن ابراهیم علیه السلام نیز این همسرش ساره بود که از خداوند خلاصی ابراهیم را طلب می کرد و پس از این واقعه بود که ابراهیم و ساره و لوط را
از آن شهر راندند و آنها به سوی سرزمین شام روانه شدند. او رنج سفر و غربت را بر خود هموار می کند تا دعوت ابراهیم علیه السلام گسترش یابد. ابراهیم علیه السلام تا دوران پیری در حالی که بیش از 100 سال از عمر شریفش گذشته بود هنوز فرزندی نداشت. فداکاری قابل تحسینی که ساره در این زمینه از خود نشان داد این بود که حاضر شد کنیز خود هاجر را در اختیار همسرش ابراهیم علیه السلام بگذارد تا از وی دارای فرزند گردد. البته به نقلی خود ساره این پیشنهاد و درخواست را به ابراهیم علیه السلام کرد و به نقل دیگر به دنبال درخواست ابراهیم این کار را کرد و چنین بود که ابراهیم علیه السلام اسماعیل را پیدا کرد. البته اندکی بعد ساره نیز مشمول لطف الهی قرار گرفت و بشارت فرزندش اسحاق را و حتی یعقوب فرزند اسحاق را از جانب فرشتگان دریافت کرد. از طرفی چون حضرت ابراهیم در خانه‌اش به روی مهمانان باز بود، این ساره بود که یاور نزدیک همسر در پذیرایی از آنان بود. در آیات قرآن کریم وقتی فرشتگان به صورت انسان‌های ناشناس بر ابراهیم وارد شدند، آن حضرت به سرعت وسایل پذیرایی را فراهم ساخت و گوساله چاق و بریان شده را جلوی مهمانان گذاشت. تعبیر قرآن در این خصوص درباره ساره این است که می‌فرماید و امرأة قائمت، که اشاره به آمادگی و ایستادن او برای پذیرایی از مهمانان دارد. از طرف دیگر ساره به درجه‌ای از ایمان و توحید رسیده است که هم کلام با فرشتگان می شود و جز معدود بانوانی قرار می گیرد که با عنوان محدثه از آنان یاد می شود. ساره همسر شیخ الانبیا ابراهیم خلیل علیه السلام و خدیجه همسر خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هرچند در یک ردیف نیستند و خدیجه سلام الله علیها جز 4 زن برتر جهان توحید است، چنانکه در روایات بسیاری هم آمده است، اما در این میان شباهت‌های میان آن دو بزرگوار میتواند ما را به عظمت و شخصیت ساره بیشتر آشنا سازد. هم ساره و هم خدیجه از جمال و کمال کم نظیری برخوردار بودند و در اتصاف به کمالات انسانی سرآمد زبان خود بودند. هر دو اموال و امکانات زیادی داشتند ولی ثروت خود را در اختیار همسران خود قرار دادند تا در گسترش امر توحید و پیشبرد اهداف الهی آنان صرف گردد. با وجود خواستگاران زیادی که برای آنان وجود داشت، ازدواج با کسانی را پذیرفتند که از نظر مالی در تنگ دستی قرار داشتند، کسانی که تحت سرپرستی عموهای خود زندگی می کردند ولی شهره اوصاف نیک و کمالات انسانی بودند. هم ساره و هم خدیجه نخستین بانوانی بودند که به ندای توحید پاسخ گفتند، در حالی که پیش از آن نیز شرک نورزیده بودند و جزو موحدان به شمار می رفتند. هم ساره و هم خدیجه تا آخرین لحظه حیات خود دست از همراهی با همسران خود نکشیدند و نقش خانه‌داری خانه توحید را تا پایان ایفا نمودند. ساره هنگامی که دارای فرزند خود اسحاق شد 90 سال داشت و 30 سال پس از آن، یعنی در سن 120 سالگی، این بانوی فداکار و حامی توحید دعوت حق را لبیک گفت و رحلت کرد.